به نام خداوند بخشنده و مهربان و بعد السلام علیکم دوستان عزیز و گرامی. سعدی حکیم در بیان عاقبت رباخواران بیتی دارد در بستان می‌فرماید: رباخوار از نردبان فتاد، شنیدم که اندر زمان جان بداد. پسر چند روز گریستن گرفت، دیگر با حریفان نشستن گرفت. و خواب اندرش دید و پرسید حال، که چون رستی از نشر و حشر و سؤال. بگفت ای پسر قصه بر من مخوان، به دوزخ در افتادم از نردبان. حکیمی سخن اینجا از گفته های قرآن و حدیث بیرون نرفته، آنچه که در قرآن در مورد رباخواران و عاقبت بد آن آمده است از آیات ذکر حکیم و اینچنین از احادیث صحیح پیامبر صلی الله علیه وسلم آن را در این نظم بیان نموده است. بیایید این لحظه ها در این برنامه در مورد ربا و خطر آن و زیان آن صحبت نماییم، چون که بعضی از دوستان از تماشابینان خواهش کردند که در مورد بعضی احکام معامله های مالی، داد و گرفت های مالی، سودا و تجارت و احکام آن صحبت ها پیشکش شود. اما پیش از این که به بیان آیات و احادیثی که در مورد ربا و زشتی این گناه وارد شده پردازیم، جا دارد که حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم را پیشکش شما نماییم که از حالی زمانه خبر دادند، زمانی که مردمان به حکم شرعی به حلال و حرام در مورد کار و کسب درآمد چندان اهمیت نمیدهند و هشدار دادند از چنین حالت، از چنین ظهور چنین پدیده در جامعه هشدار دادند. در حدیثی که امام بخاری روایت کردند رسول خدا صلی الله علیه وسلم می‌فرمایند: لا یأتین علی الناس زمان لا یبالی المرء بما اخذ المال ام من حلال ام من حرام. زمان فرا میرسد که کس پروا نمی‌کند که مال را از کجا درآمد کرده، از راه حلال یا از راه حرام. مهم مبلغ بیشتری مال درآمد کند، چون مادیات بر قلب مردم، بر ذهن مردم غلبه می‌کند، سیطره می‌کند. مهم درآمد بیشتری مبلغ مالی است، اما راه آن حلال است یا حرام پروایی ندارند، اهمیت هم نمیدهند. پیامبر صلی الله علیه وسلم در این حدیث هشدار دادند از حالت حرج و مرج در تجارت و سودا که نباید مسلمان به چنین پدیده، به چنین یعنی سطح تفکری یا به چنین تخلف در دینداری راه دهد. عقب ماندگی در دینداری، ضعف در ایمان، بیخبری از احکام دین است که انسان راه درآمدش را، کار و تجارتش را در ترازوی شرع نگذارد. حتما باید پیش از این که به کار اقدام کند باید حکم شرعی آن را پرسد، فهمد، آموزد. این فرض است دوستان عزیز. همه فقها، همه دانشمندان اسلام به اتفاق چنین گفتند که هر مسلمانی به هر کار اقدام میکند برایش فرض است که حکم شرعی آن کار را بپرسد. اگر میخواهد ازدواج کند احکام ازدواج را، احکام خانوادگی را، حقوق زن را، حقوق فرزند را. اگر میخواهد سفر کند احکام سفر را. اگر میخواهد نماز خواند احکام نماز را. اگر میخواهد به بازار درآید، دکان گشاید، تجارت کند، فرض است تا احکام تجارت را آموزد، حلال را از حرام جدا کرده تواند. دوستان گرامی، آنگونه که قرآن و احادیث برای ما طرز درست عبادت کردن را آموخته، چگونه نماز خوانیم، چگونه روزه گیریم، چگونه طواف کعبه نماییم، عیناً به همین شکل احکامی دارد شریعت که تجارت ما را، سودای ما را، اجاره دادن، اجاره گرفتن، قرض دادن، قرض گرفتن را به تنظیم در آورده. احکام خاصی داد و گرفت مالی داریم، احکام خاص برای اجاره، احکام خاص برای کفالت، احکام خاص برای قرض دهی. یعنی دینداری همین است، دینداری صحیح و درست همین است که انسان هم در مسجد مسلمان باشد، سفارش های خداوند را در مورد چگونه نماز خواندن اجرا کند، عملی کند. این چنین سفارش های او تعالی را در مورد کار و تجارت نیز اجرا کند. یعنی هم در مسجد مسلمان باشد، هم در دکان و در بازار. این است شکل درست دینداری، این است مسلمانی حقیقی. اما اینکه در صف اولی نماز باشد،
به بازار رود ترازو زند، به بازار رود ربا دهد، ربا خورد. این شکل دینداری نیست که خدا و پیامبر قبول داشته باشند. دوستان گرامی، ربا گناهی است که در تمامی شریعت‌های الهی حرام گفته شده. یعنی خداوند نه تنها در شریعت آخرین در قرآن عظیم و بلکه در همه کتاب‌های آسمانی ربا را حرام اعلام کرده، در تورات و در انجیل. و ربا حتی در تمدن‌هایی که کتاب‌های آسمانی نداشتند، مثلا یونان قدیم، بابل، در این تمدن‌ها ربا کاری محرم بود، کاری ناممکن اعتراف شده بود، به استثنای بعضی مرحله‌های تاریخ که تغییرات وارد کردن. اما در عموم در همه تمدن‌ها ربا گرفتن و ربا دادن کاری ممنوع بود. تا آن زمانی که در فرانسه در اواخر قرن 18 انقلاب رخ داد، انقلاب مشهور فرانسه، و عالم غرب رو به مادیات آورد و دین را و احکام الهی را از حیات عملی از جامعه برکنار کرد و آهسته آهسته اولا در شکل غیر قانونی مردم ربا رو آوردن و بعدا قانون ها قبول کرده شد و ربا را یک عملی مشروع و جایز شناخته شد و در عالم عین زمان در همه سراسر عالم این معامله پابرجاست و آن داد و گرفت صورت میگیرد و میتوان گفت یکی از رکنهای اقتصاد معاصر است. بله، اما باید دانیم که اگر همه عالم اتفاق کنند که ربا کاری حلال است، همه بانک های جهان به ربا معامله هم کنند، حکم شرعی همچنان باقی است، چون که احکام خداوند، آیات قرآن، حلال و حرامی که در قرآن و در شریعت ثابت شده تا روز آخرت است، برای همه مردم است، برای همه کشورهاست تا روز آخرت. البته که وقتا خداوند چیزی را حرام می کند، حرام معرفی می نماید، برای بندگان حتما حکمتی دارد. آن چیز البته که زیان دارد، خطر دارد، به این خاطر حرام شده. این باید یقینی مسلمان باید باشد، جزئی از ایمان بنده باید باشد، داند که هر چیزی که خداوند امر کرده حتما مفید است و هر چیزی را که خداوند نهی کرده، حرام گفته، حتما زیان ها دارد. شاید عقل انسان درک کند همه پهلوهای زیان آن را، شاید نه، شاید مدت در مرحله درک نمی کند اما بعداً درک می کند. لیکن در عموم باید به این ایمان، به این اعتقاد باشد که هر چیزی که حرام است زیان آور است. از جمله ربا، نظام اقتصادی که بر ربا مبنا باشد سبب می شود که پول وظیفه اساسی خود را که گردش است در دست همه مردم باید چرخ زند، این وظیفه را معطل می کند. به این خاطر جامعه ها به بلا و مصیبت های گوناگون گرفتار می شوند. مشکلات اقتصادی، اجتماعی، گرسنگی، بیکاری. یعنی چگونه که دانشمندان می گویند در عصر ما 95% ثروتی روی دنیا در دست 5% مردمیان است. 95% مردم همگی از 5% ثروت عالم بهره مندند. یعنی نظام ربوی نتیجه حتمیش این است که شخصی دارنده، شخصی توانگر دارنده تر شدن میگیرد و شخصانی فقیر فقیرتر شدن میگیرند. بنابراین میبینیم که در عصر ما در کشورهای چنان اسرافکاری، چنان زندگی خیالی است و در گوشه های دیگر دنیا میبینیم که از گرسنگی مردم میفوتند. وقتا که نظامی ساخته انسان حکم فرما می شود، دنیا به نظامی ساخته ناقصی انسان مثل خودش زندگی پیشه می کند، البته که به چنین عاقبت ها روبرو می شود. چند روز پیش خبری خواندم که یکی از ثروتمندترین شخصان غرب با 5 نفر از دوستانش طعام شام خوردند در یک آشخانه از آشخانه های ساحل بحر که قیمت طعام شامشون، یعنی چکی اون طعامشون $9,430 شده. یعنی یک غذای شامی آنها $9,430. تصور کنید که این مبلغ، این شکلی از اشکال اسرافکاری، شکلی از اشکال عاقبت رباخواری. البته که ما به مبلغ این ثروتمند کاری نداریم، یعنی مال خودش است، تلف می‌دهد یا کاری دیگر می‌کند، کاری او. منظور نتیجه
نظام اقتصادی که مبنا بر رباست چنین است. در گوشه دنیا هزارها نفر نان خشک نمی‌یابند که خورند، در گوشه دیگرش می‌بینیم که یک غذا به $9,000 تناول کرده می‌شود. دوستان گرامی، ربا یک نوع خاص نیست، انواع اشکال گوناگون دارد که اینجا بیان خواهیم کرد. در عموم ربا همان مبلغ اضافی است که بر پول اصلی شرط گذاشته می شود، بر پول اساسی که قرض گرفته می شود، قرض داده می شود، بر آن اضافه آن را، جمع شدن آن را شرط گذاشته می شود. صورت های گوناگون دارد. مثلا یک صورتش، صورت یکمش، شکل اولش همین که یک نفر از شخص یا از شرکت یا از بانک رفته مبلغ معین قرض می گیرد، مثلا 10,000 سامانی قرض می گیرد و اتفاق می کند آنجا لحظه قرض گرفتن اتفاق می کند که بعد یک سال این 10,000 را 13,000 کرده برمیگرداند. این یک شکل معروفی ربا. شکل دیگر ربا این که شخص از نفر دیگری، مثلا از شرکت، مبلغ معین قرض می گیرد بدون شرط اضافی قرض می گیرد، اما وقتی پرداخت کردن قرض فرا می رسد نمیتواند قرض را پرداخت کند. در این حالت، یعنی وقتی فرا رسیدن ادای قرض، وقتی فرا می رسد و نمیتواند، صاحب پول به او میگوید یا قرض را پرداخت میکنی و یا اینکه همین مقدار هر ماه یا هر سال به آن اضافه می شود. این شکل دوم ربا. شکل سوم ربا اینکه شخص رفته از نفر یا از بانک مبلغ معین قرض می گیرد و با گذشت هر ماه بر آن مبلغ، بر قرض او مبلغ جمع شده می ایستد. شکل چهارم ربا اینکه شخص قرض نمی گیرد بلکه مبلغی دارد، آن را برده در بانک می ماند و بانک برای او هر ماه فایز معین فایده می دهد، بالای پولش پول جمع می شود. شکل پنجم ربا، صورت دیگری از صورت‌های ربا، اینکه شخص به شخص دیگر مبلغ قرض می دهد بدون اینکه مبلغ اضافی کند، شرط گذارد، نه، فقط قرض می دهد، لیکن شرط می گذارد که من به تو همین مقدار مبلغ را قرض می دهم به این شرط که مثلا ماشینت را مدت یک هفته در اختیار من گذاری، کارهای دارم، به ماشین نیاز دارم، و یا اینکه باشد من برای تو قرض می دهم لیکن با من مثلا سفر می کنی، یا اینکه قرض می دهم به این شرط که برای من لباس تحفه می کنی یا ضیافت می کنی. هر شرطی که گذارد، هر شرطی که از جانب قرض دهنده گذاشته می شود ربا محسوب است. کل قرض جر نفع فهو ربا. اندکترین منفعت صاحب پول اگر در میان گذارد و شرط کند، این معامله ربوی حساب می شود و از گناه کبیره است و حرام است. همین نوع داد و گرفت های مالی که بیان کرده شد، همین 5 صورت در اصطلاح قرآن، در اصطلاح شریعت ربا نام دارد. دوستان گرامی، بعد آنکه که با انواع اشکال ربا آشنا شدیم، بیایید ببینیم که خداوند عزوجل و پیامبر صلی الله علیه و سلم در مورد این گناه چه گفتند. خداوند عزوجل در سوره بقره فرموده است: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ای کسانی که ایمان دارید، خداوند با این ندا آغاز کرده این آیه را. ای کسانی که ایمان دارید، خطاب به مؤمنان است. اتقوا الله، از خدا بترسید. ای کسانی که ایمان دارید، از خدا بترسید و از ربا دست کشید، ربا را ترک کنید. و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر شما مسلمانید، اگر مؤمن هستید، از ربا دست کشید. یعنی این پیوست سازی میان ایمان داشتن و میان ترک کردن ربا خطر این گناه را بر ایمان و اعتقاد و بر دین انسان افاده میکند. اگر مسلمانید، از ربا دست کشید. خداوند در ادامه آیه فرموده: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله. یعنی به اینکه خداوند نهی کرده، باز داشته از ربا دست کشید، اکتفا نکرده، این جمله را اضافه کرده: اگر دست نکشید، اگر به ربا دادن و ربا گرفتن ادامه دادید، فأذنوا بحرب من الله و رسوله.
با جنگ بزرگ از جانب خدا و پیامبرش روبرو خواهد شد. دوستان عزیز، این وعید شدید در همه قرآن در اینجا فقط آمده. از الف تا یای قرآن در جای دیگر این گونه تهدید شدید وجود ندارد. خداوند با ربا دهنده ها یا ربا گیرنده ها جنگ اعلام کرده. او که طاقت جنگیدن با قهار جبار را دارد. این جنگ الهی با رباخواران هم در دنیا و هم در آخرت است. بنابراین ابن عباس ترجمان قرآن مفسری اصحاب می گفتند به رباخوار در روز آخرت گفته می شود سلاحت را بگیر به میدان برآ، سلاحت را بگیر به مبارزه برآ. او را چنین گفته می شود فأذنوا بحرب من الله و رسوله. زشتی این گناه را افاده می کند این آیت، قباحت این معامله مالی را بیان می کند و عاقبت های بد داشتن این را در دنیا و در آخرت. هیچ رباخوار از ربا برکت ندیده. چرا؟ چون که خداوند در ادامه آیت می گوید یمحق الله الربا، خداوند ربا را نابود می سازد، بی برکت می سازد. هیچ کسی از رباخواران برکت ندیده در دنیا و واقعه های حقیقی شاهدی حالند. من و شما به چشم سر دیده ایم، به گوش خود شنیده ایم از احوال رباخواران که به چه مذلت ها گرفتار می شوند و عمر آنان به چه خاری و ذلت خاتمه می یابد. این در دنیا. حالا جنگ آخرت وزنین‌تر. در خود همین سوره و در خود همین صفحه که این آیه سابق قرار دارد، خداوند باز در آیه دیگر حال رباخواران را در آخرت در وقت حشر شدن، زنده شدن از قبر بیان کرده می‌فرماید الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. یعنی کسانی که ربا میخورند، و منظور تنها خوردن ربا نیست، یعنی تنها اون پول مال را برای غذای خوردن استفاده کردن نیست، یعنی معنا عامتر از این است. یعنی فرق ندارد لباس میخرد میپوشد یا ماشین میخرد سوار میشود یا خانه بنیاد میکند، مهم با پول ربا نیازش را از نیازهای دنیوی فراهم میسازد. چه گیرنده باشد چه دهنده ربا، هر دو در این گناه شریکند. الذين يأكلون الربا، کسانی که معامله ربوی میکنند. روز آخرت از قبرهایشان مثل شخصی که به آن شیطان آسیب رسانده، جن آسیب رسانده، او را به جنون و دیوانگی گرفتار کرده، به مانند چنین شخص از قبر میخیزند. افتان و خیزان، تعادل جسم خود را نگه داشته نمیتوانند. میخواهند راست راه گردند اما میافتند. گاه افتیده گاه خزیده از قبر خیسته، به میدان حشر و حساب نرفته به این حال ذلت گرفتار میشوند. یعنی خداوند پیش از این که حساب شروع شود، پیش از این که خلائق در میدان محشر جمع شوند، رباخواران را به این حال مذلت گرفتار کرده تا برای اهل محشر معرفی شوند که اینان همان کسانی هستند که در دنیا ربا میدادند، ربا میگرفتند. مثل شخص دیوانه، مثل شخصی به جنون گرفتار شده از قبر میخیزند. مردم که به سوی حساب میشتابند، میخواهند ببینند که اعمالشان چه است، سرنوشتشان چه میشود. رباخواران نیز میخواهند با مردم شتاب کنند و روند، اما نمیتوانند. چرا به این حالت بد گرفتار شدند؟ این حالت بد و باز عذابی که بعد این حالت در انتظار آنان است. ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا. از این سبب بدین حالت گرفتار شدن که گفتن ربا نیز مثل سوداست. ربا نیز یک راهی درآمد است. فرقش چیه؟ یا من کار کنم یا پولم کار کند. هر دو تجارت است، هر دو هم راهی درآمد است. چون این قیاسی فاسد کردن، نتیجه چنین شد که به این حال گرفتار شدن. بین ربا و بین سودا از زمین تا آسمان فرق است. خداوند در ادامه گفته بعد قیاسی فاسدی آنان را نقل کرده، گفته احل الله البیع و حرم الربا. خداوند بیع را یعنی خرید و فروش را حلال کرده، ربا را حرام گفته. اینا نمیتوانند با هم مانند باشند. اینها کاملا از یکدیگر فرق دارند. اینش سودای حلال است، اینش کاری حرام.
یعنی خداوند وقتی که چیزی را حرام میکند در عوض در اختیار بندگانش 10 راهی حلال هم تشریع میکند، قانون گذاری میکند. وقتی که خمر می حرام است 10 صدها هزارها نوع نوشاکی دیگر حلال کرده برای بندگانش. وقتی که ربا را خداوند حرام کرده در عوض معامله المرابحه المضاربه معامله هایی هست که حلال قانون و تنظیم خودش را دارد و میتواند انسان بدین شکل قرض دهد و قرض گیرد. راه های دیگری هست باید آموزد. یعنی خب این 2 آیه کریمه بود در قرآن عظیم الشأن که به واسطه حکم ربا را بیان کرده، بیانی آشکار و روشن که باز آیه های دیگری در سوره آل عمران و سوره روم هست. اما اینجا گذاریم به ذکر بعض احادیث که این گناه را چگونه تشخیص کرده و چی بها داده. وظیفه پیامبر صلی الله علیه و سلم شرح و بیان گفته های قرآن است. اینجا به ذکر یک چند حدیث اکتفا خواهیم کرد به شکل مختصر. حدیث اول این که پیامبر صلی الله علیه و سلم در بزرگترین همایشی که با امت جمع شدن که حجة الوداع نام دارد و مهمترین دستورات این دین را آنجا اعلام کردند. در آنجا حرام بودن ربا را به یک شکل مؤثری بیان کرده گفتند: الا كل شيء من امر الجاهلیة موضوع تحت قدمی و ربا الجاهلیة موضوع. ای امتی من، ای مردم آگاه باشید که هر آن عادات زشتی که از جاهلیت به ما مانده بود زیر پای من است، زیر قدم من است، به اعتبار است، از میان رفته است. و ربای جاهلیت زیر پای من است، به اعتبار است. هیچ کسی حق ندارد آن را احیا کند، با این معامله دوباره داد و گریفت کنم. من آن را زیر پا کردم، به اعتبار کردم، از میان بردم. در حدیث دیگری که آن را امام بخاری و امام مسلم روایت کردند، فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله، السحر، وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، واكل الربا. فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم گفتند از گناه هایی که صاحبش را انجام دهنده اش را هلاک می‌سازند دور باشید. یاران گفتند و ما هن، چی باشند آن گناهان؟ گفتند الشرك بالله و السحر و قتل النفس التي حرم الله الا بالحق و اکل الربا. شرک آوردن به خدا و سحر، مشغول شدن به سحر یا نزد ساحر رفتن و قتل کردن کسی را و خوردن ربا. این دوستان گرامی دقت کنیم که ربا در ردیف چه گناه ها قرار گرفته در این حدیث صحیح؟ در تصنیف نبوی در کجا جا داده شده؟ در پهلوی شرک به خدا، در پهلوی سحر، در پهلوی قتل. یعنی این افاده آن را میکند که ربا هم تو گناه عادی و ساده نیست. ربا گرفتن، ربا دادن در پهلوی شرک به خدا قرین شده، ذکر شده. در حدیث صحیح دیگری که آن را امام مسلم، امام ابو داود، امام ابن ماجه از جابر بن عبدالله روایت کرده که جابر میگوید: لعن رسول الله صلی الله علیه و سلم آکل الربا و مؤکله و کاتبه و شاهدیه و هم سوا و قال هم سوا. جابر بن عبدالله میگوید پیامبر صلی الله علیه و سلم لعنت کردند، لعنت گفتند به کسی که ربا میخورد، ربا میگیرد، یعنی به کسی که ربا میخوراند، یعنی ربا میدهد. تنها این دونه به شخصی که مینویسد این معامله ربوی را میان این دو مینویسد، امضا میگذارند آنها، شرایط عملی شدن این معامله ربوی را فراهم میسازد. دوستانی که در بانک های ربوی کار میکنند، معامله های ربوی را حجت گذاری میکنند، این حدیث باید به گوش چنین شخصان رسد از پیامبر صلی الله علیه و سلم. حدیث صحیح است. لعنت کرده پیامبر صلی الله علیه و سلم نفری را که کمک میکند در این گناه زشت. و کاتبه، فقط کاتب نه بلکه و شاهدیه، دو نفری که شاهد میشوند این معامله انجام میپذیرد. یعنی این دو نفر برای اینکه به واسطه این گناه را انجام داده ایستادند، دهنده و گیرنده. اما کاتب برای کتابت کردنش، شاهد برای شهادت دادنش،
فقها میگن حتی حالا وقتی ادای ربا هم نشود، شاهدی آنها لازم هم نشود، اینها به لعنت گرفتارند. مجردی که حاضر میشوند در آغاز عقد، در آغاز این عهدنامه که شرکت میکنند، این وعید را مستحق میشوند. لعن رسول الله صلی الله علیه و سلم آکل الربا و مؤکله و کاتبه و شاهدیه و قال هم سواء، گفت آنها برابرن، اینا همه شریکن، اینا همه دو نفر جنایت کرده، سه نفر دیگر شرکت کرده. اینچنین امام احمد حنبل در مسند خود از جابر بن عبدالله روایت کردند که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت النار اولی به. فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم گفتند داخل جنت نمی شود کسی که یا گوشتی که از حرام غذا گیرد، منظور صاحبش، یعنی نفری که جسمش بدنش از پول حرام غذا می گیرد داخل جنت نمی شود. النار اولی به، آتش دوزخ جای شایسته تر است برای او. امام علی قاری، امام بزرگ حنفی، میگوید این حدیث در بر میگیرد رشوه را، ربا را، قمار را، هر نوع معامله هایی که به طریق حرام انسان پول درآمد میکند. البته این آیات و این احادیث برای شخص عاقل، برای شخص مسلمان کافی است. اینقدر گفته های شرع کافی است که از این معامله دور باشد. و همین لحظه که شنید که خدا و پیامبر به او چی گفته، همون لحظه باید دست کشد و توبه کند و تصمیم گیرد که دیگر برنگردد. اما حدیث دیگر هست که جا دارد در نهایت برنامه آن را نیز گفته شود. امام احمد حنبل و امام بزار از صحابی بزرگوار عبدالله بن حنظله حدیث را هر یکی در مسند خود روایت کردند که امام السخاوی محدث بزرگوار در اجوبة الفاضله، اینچنین امام ابن حجر در کتاب خود القول المسدد فی الذب عن المسند حدیث را حسن گفتند و روایات گوناگون آن را آوردند. حدیث با یک چند روایت از پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما رسیده. فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که این حدیث واقعا خیلی حدیثی هشدار دهنده و خیلی حدیثی تکان دهنده هم هست. فرمودند درهم ربا یأکله الرجل و هو یعلم اشد من 36 زنیه. یک درهمی که شخص از راه ربا میخورد، میداند که رباسو میخورد، گناهش در نزد خدا از 36 زنا بدتر است. امام شوکانی در نیل الاوطار میگوید در حقیقت این حدیث عجیبی است. این چنین زشتی ربا را بیان کرده و بدتر گفته، برابرم نی، از 36 زنا بدتر از گناهش. و یک درهم ربا، حالا هزارها نه، حالا صدها هزار نه، یک درهم یعنی تنگه نقره بود. دینار تنگه طلاست، درهم باشد تنگه نقره. یک درهم ربا نمیگوید این حدیث برابر، بلکه اشد، بدتر از 36 مراتب زنا کردن که معلوم است این زشتی این گناه. امام شوکانی در شرح این حدیث میگوید هذا ما لا یصنعه العاقل بنفسه. واقعا این گناهی است که هیچ عاقل به نفس خود روا نمیبیند. این جور را، این ظلم را هیچ عاقل به جان خود چون این جور نمی کند که ربا دهد، ربا گیرد و خودش را به این حالت زشت و بد گرفتار کند. خدا را پناه. خداوند ما را به طاعتش مشغول سازد و از هر نوع داد و گرفتی ممنوع و حرام دور نگه دارد. خدا نگهبانت.